саломи пур аз меҳру муҳаббат нисоратон бошад, ҳамватанони азиз. Чун ҳамешагӣ дар бахши меҳмон қарор дорем, меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд нозири гурӯҳи давлатии назоратии бехатарӣ аз сӯхтори раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе, сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, лейтенанти калони хизматии дохилӣ Рустамзода Шӯҳрат Бобо. خوش آمدید به برنامه. صبحتان بخیر و شادی باشد. سپاس، صبح شما هم بخیر و شادی باشد. سلامت باشد. فعالیت ایجادی خود را با مسئولیت امروزه بر دوش داشته تان یعنی کسب آتش نشانی چگونه پیوستید؟ اصلا مهر صنعت در وجود من از آوانی خوردی جوش میزد. همانو که من در مکتب تحصیلات میانه تحصیل میکردم، هر وقتی که نوارها طریق آینه نیلگون نظر میکردم، نوارهای در وصف وطن دوستی و میهن پرستی، اینچنین نوارهایی که حسی وطن دوستی رو در دل و دیده ما جوانان میافزاید، میدیدم تا چند ذوق و رغبتم به این سمت روانه میگشت، توجه هم علل خصوص زیاد میشد. بسیارم خواهش در قلبم جای شد و امروز با شرافت همین مسئولیتی که امروز بر ذمه دارم، یعنی در سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت می نمایم، باعث گشت که به من میسر گردد تا این آرزوهای کهنی که در دل خود داشتم جامعه عمل بپوشانم. سلامت باشید. می گفتید کسب آتش نشانی تا چه اندازه دشوار است؟ در همه کسب و در همه جاده مشکلی ها نیز جای دارند. اصلا آتش نشان ها خود جوانان شجاع و تندرست و میهن پرور می باشند. ما نیز با افتخار، با صداقت، با یک مهر و وجدان پاک به این کسب اختیار نموده خودمان صادقانه به وطن، به ملت، به خلق خود در خدمت هستیم و همیشه کوشش به خرج می دهیم که بهر امین نگاه داشتن مال و ملک دولتی، جمعیتی، همچنان شهروندان از کام آتش تمامی قوه و واسطه های خود را بهر حفظ نمودن این همه روانه سازیم. شما بیشتر در کدام موضوع سرود میخوانید؟ بیشتر توجه و میل من در صنعت، در ساحه حسی بلند وطن دوستی، نظام یگانه ملی، همچنان در بابت خدمت صادقانه و صافدلانه به وطن بیشتر میخوام کوشش به خرج دهم و تمام سیر و کوشش هایم را نیز در این جاده به راه ماندم تا که بهر وطن، بهر مادر، بهر سرزمین خویش سرودها اجرا نمایم. در آینده نقشه ها چی هستند؟ میخواهید از پی صنعت باشید یا اینکه از پی کسب آتش نشانیتان؟ بسیار هم سوال جالب. در آینده نقشه داریم که کار و فعالیت خود را در این جاده که امروز پیش نمودیم، یعنی در مقامات کارهای داخلی در سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی ریاست خدمات دولتی آتش نشانی شهر دوشنبه ادامه دهیم. همزمان در چاره‌بینی های فرهنگی وزارت کارهای داخلی و سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی فعالانه اشتراک ورزید. تشکر زیاد. باری دیگر برای یک صحبتی گرم و صمیمی. بینندگان عزیز، عین حال با شما سرود در وصف وطنداری یک جای تماشا میکنیم. با مغز جان وطن، با جسم من توان وطن، و مثل تو دیگر کجاست بهشت جاودان وطن.
و مثل تو دیگر کجاست بهشت جاودان وطن. چو مادرم یگانه ای تو بهترین ترانه ای، فسانه هاست گر زیاد تو بهترین فسانه ای، تو بهترین فسانه ای. ندیده درد و داغی تو، قدم زنم به باغی تو، قدم نیهم به راغی تو، گذر کنم زی در کاش ندیده درد و داغی تو، ندیده درد و داغی تو، ندیده درد و داغی تو، ندیده درد و داغی تو. برای من وطن همون که داده است آب و نان، بهشت اگر زمینی است بود زمینی تاجیکان. برای من وطن همون که داده است آب و نان، بهشت اگر زمینی است بود زمینی تاجیکان، بود زمینی تاجیکان. با مغز جان وطن، با جسم من توان وطن، و مثل تو دیگر کجاست بهشت جاودان وطن. و مثل تو دیگر کجاست بهشت جاودان وطن، بهشت جاودان وطن.